دوستان سلام. فال تاروتو با 3 ورق آغاز میکنم. اول احساسی، رابطه، عشق رو میگم و درگیری ها و شکست عشقی و اونایی که کات کردن برمیگرده عشقشون یا نه. لطفا نیت کنید تا بهتون آره و یا نه رو بگم. نیت اول در ارتباط با کات شده ها که انتظار میکشن پارتنرشون، دوستشون، عشقشون، چه مؤنث چه مذکر برگرد. نیت کردین انشالله. این کارت داره نشون میده یه 3 هفته 4 هفته ای از کات شدنتون میگذره، ولی تماس تلفنی یا دیدار خواهید داشت. دیدار حضوری منظورمه. اونایی که نمیدونن که عشقشون بهشون خیانت کرده یا نکرده و همین باعث شده که با هم درگیری‌های ایجاد کنن داشته باشن تو روابطشون، کارت میکشم ببینم کارت چی میگه. ببینید این روشنایی، این نوره، اون چیزی که شما فکر کردین در گذشته بوده و پوچ شده. نیازی نیست الان اکسی که در گذشته بوده الان شما رو ناراحت کنه، چه مؤنث چه مذکر. در ارتباط با قول داده بوده که ازدواج کنه، 2 سال 1 سال با هم دوست بودین ولی گره های افتاده. ببینم این گره ها چی بوده و چرا اینطور شده. مانع مادیات بوده. انگار به شما قول داده برای ازدواج 1 سالی 2 سالی گذشته یا چند ماهی گذشته نتونسته به قولش عمل کنه. دلیلش مادیات بوده. انگار سر کار رفته، اون کار باب میلش نبوده یا کارفرما نخواسته، عذرش رو خواسته یا تو این مایه ها. نیت بعدی لطفا. اونایی که خیانت کردن و میدونید، چه پسر چه دختر، چه خانوم چه آقا، میدونید ولی نمیدونید ببخشیش، باز دوباره خیانت کنه، باز دوباره این راه و روش رو پیش بکشه، ولی سعی کنید. حالا میگن فرصت ندید، ولی فال داره میگه 1 بار شده فرصت بدید چون به اشتباهش پی برد. فال عشقی و روابط رو جمع میکنم، کارتشو